باور نکردنی نیست، ولی سیاوش جنیدی شاعر تاجیک، نوگو و رمانتیک و قلباً همیشه جوان به سن مبارک 60 رسید. محفل رسمی و با تنتنه به شرف جشن این شاعر که شعرش در زندگیش به خزینه طلایی ادبیات غنی فارس و تاجیک پیوسته است آراسته نشد. کسی نوشباد در حقش نگفت. جشن سیاوش مثل بیش از نیم عمر او که هم در غربت تعیین شد نیز در ملک مسافرت بدون همهمه و دمدمه و خاکسارو نگذشت. ولی مطمئنم که سر سفره جشن سیاوش تا یک نفرم اومده باشد. این جشن حتما خیلی زیبا و نوتکرار و رومانتیک و ماندگار گذشته است، مثل شعری او که هم خیلی زیبا و نوتکرار و رمانتیک و ماندگار است. سیاوش 20 یولی سال 1963 در دهه کمینترن نویه قرغنتیپه و حال باختر یا کوچانیان به دنیا آمده است. سال 1985 رشته زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده و در شهر قرغنتیپه یک مدت در مرکز ولایت آموزش فرهنگ مردم و سپس باعث یاور کارگردان تهیه‌گر تئاتر موسیقی و مسکوی شهر قرغنتیپه کار کرده است. اولین شعرهای او در میانه های سالهای 80 در نشریه های دوری به چاپ رسیدند و سال 1989 چند شعر او در مجله معتبر ادبی صدای شرق به نشر رسیدند. سال 1990 تئاتر قرغنتیپه درام سیاوش را با نام فرشته ها به صحنه گذاشت و همان سال نخستین کتاب اشعاری او با نام چشمه ثواب به چاپ رسید. سال 1991 سیاوش را به عضویت اتحادیه نویسندگان اتحاد شوروی پذیرفتند. سیاوش مثل ده‌ها هزار هموطنان به خاطر نجات از آتش جنگ وطن را ترک کرد و دیگر از سال 1993 اینک 30 سال در بشکک پایتخت قرقیزستان به سر میبرد. سیاوش بعد ختم جنگ شهروندی هم در قرقیزستان ماند و به فرق از رستم وهاب که چندین سال با او در بشکک بود به وطن برگشت. زادروز مبارک شاعر رمانتیک ما.